بله. خیالتون راحت باشد، ماموران نظمیه تا اسکله ایشان را مشایعت خواهند کرد. ها، از اونجا هم یک کلونل فرنگی هستش، هم اسمش کلونل توپولوفه. این ببین از رفیقای جونجونی مایه. بهش گفتم هم چشم از اعلی حضرت بر نداره. فهمیده؟ دستور میدهی مالیات و خراج را چند برابر کنید. جسارتا صدای تجار و بازاریان در میآید ها اولیا حضرت. خب پس چه خاکی بر سرشان کنی؟ چاره کار آن است که پول را رعیت از رعیت بگیرد. چطور؟ البته ما در بازار برای خودمان آدم‌هایی داریم. ای مار 7 خط و خال کفتار زالو صفت. بنده نوازی می‌فرمایید. برای همین الان بچه ها میان سراغتون و هرچی کرمتونه میدید برای آش پشت پای قبله عالم. یعنی چی؟ پول آش پشت پای قبله عالمتونم اینا باید بدن؟ به بنده چه مربوطه؟ این یه حرکت خودجوش رعیتی است برای عرض ادب و احترام خدمت قبله عالم. بله خودش جوشیده، مشخصه. البته ما یکم شعله‌شو زیاد کردیم تا زودترم بجوشه. زحمت کشیدین واقعا. از کسی اعتراض نداره. برای سلامتی قبله عالم ما یه کف مرتب بزنیم. میبینم که سر خود شدید، کار و کسب و بازار را تعطیل میکنید. پدر سوخته ها، به لفت و لیس و کاسه لیسی افتاده اید. کارتان به جایی رسیده که در آش پشت پای قبله عالم انگشت میکنید. پدر سوخته ها، لابد فردا میخواهید گران فروشی هم بکنید یا بازار را به تعطیلی هم بکشانید. بعدش هم میخواهید جلوی در نظمیه جمع شوید، سر و صدا را بیاندازید. جلوی نظمیه سر و صدا میکنید. پدر سوخته ها، میدم پدرتان رو در بیاورد. از امروز حکومت نظامی تجمع بیش از یک نفر قدغن رفتن آمدن، سکه گرفتن، سکه دادن، ممنوع، نفس کشیدن، قدغن. ببر پدر سوخته، نفس میکشی، میدم پدرتون در بیاورد. پدر سوخته را در بیاورید. پدر سوخته ها. آقا دامبول چه عجب از این ورا. تو هم مرا شناختی مرشد؟ چطور مگه نباید میشناختم؟ خیر سرمان تغییر قیافه داده ایم. مطرب جماعت از 100 قدمی داد میزنه دامبول جان. لااقل مرا دامبول و سلطنه صدا کن. لقب داریم ناسلامتی. بدبختی تو از همون روزی شروع شد که این سلطنه چسبید ته اسمه. ببینم شنیدم شاه مرده. زبانت رو گاز بگیر مرشد، زبانت رو گاز بگیر. خدا که اون روز میاره. اما وای به حال اونایی که دنبک مطربی دست گرفتن و مجلس ظالم رو گرم کردن. ما هنرمندیم مرشد، ما هنرمندیم. هنرمند جایی می رود که قدرش را بدانند. تو هنرمندی؟ ببینم بادمجونم رفت قاطی میوه ها یخ کرد.